سلام قوما و دوستای نهایت عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و در هر جای از کره خاکی هستین لباس عافیت به تن داشته باشین. دوستان، امروز 15 آپریل 2025 و بعد از 10 روز توانستیم که فرصت پیدا کنیم یک محتوایی بگذاریم و متاسفانه بازدیدهای ویدیوی ما خیلی کم و ریاکشن هم واقعا نداره اصلا. 3 دانه لایک، 4 دانه لایک. گرچه محتوای شعر یک طوری هسته که هر کسی مثلا علاقمندش نیه، هر کس دوست نداره اره. ولی در این شرایط نامناسبی مالزی هم کار هم محتوا ساختن خیلی سخته و یکی یک مسئله است در اینجا میگه که سرم که وصل نبود آدم کارم نمیتونه. نه، از او یک ایده سرمش وصل خوب از مخاولات غریبان کار از اینجا هم یک روز 12 ساعت 14 ساعت کار دیگه آدم دیوینم. نه، بعد از اون می خسته و منده 1 ساعت هم قدخانه رفته دیگه چیزی نمونه برای خواب و برای دیگه و دیگه و واقعا فرصت نمیشه برای محتوا ساختن. واقعا حدودی 1 سال و 3 ماه مشک در مالزی همهش در کار، همهش اگه بیکارم بودم در دنبال کار بودم. یعنی زیاد در یک خانواده ثروتمند و مثلا چیزی نبودم که حمایتش داشتم، مثلا یک فرصتی تحصیلی بلدم بودش، فرصت محتوا ساخته بودشم. ما اگر 8 ماه در مالزی اگر در یونیورسیتی دانشگاه رفتم درس خواندم، هم کار بودم هم درس خواندم. کس نبوده پیسه را یک که برو بچه درس بخوان، برو نمفهم خود پروگرس کو. هیچ کس نگفته. من خودم کار دادم، خودم تلاش دادم. حتی یک روز اگه بیکار شدم 1000 رقم افسوس خوردم دیگه سبایش چیکار کنم. و واقعا محتوا ساختن خیلی سخته. من اینجا مالزی رو که همه شرایط شاید خبر باشه و اونایی هم که خبر نیم، مالزی مردم در یک اتاق 3-4 نفر میشه و یک مجل شوق مومی شاید اکثرا خواب باشه و اصلا همو شرایط و همو امکانات محتوا ساختن اصلا نباشه. به خاطر همو اکثر وقتا فقط با صدا همو شعر کنم و ایدیت میزنم میلم دیگه، خودم زیاد در ویدیو نیم و واقعا نمیشه. محتوا ساختن را خیلی زمان میخواه و خیلی حوصله میخواه. ما خوب نه سرم وصلک چکر بری یک منظره و یک ویدیو رو بلی شما بلی اونو یک شعر میگیر او هم شعر خدا خبر خوش میه نمیه، شعرهای تکراری و اکثرانش خود نوشتم اما ممکنه قافیش یک ذره جا و بجاش داشته. وسط بازم تمام تلاش کنیم که محتوای درست بلیم دیگه. یمی قدر گپ بود دیگه عزیزا، دیگه زیاد نمیگم، گپ زدن زیاد خودشم خبرت که اصلی آدم سر مونده دیگه. الله حافظ و نگهدارشم. وقت خیر.